دیگه برای طرح سوال مجبور نیستم ساعتها وقت بذارم. وقتی با این هوش مصنوعی میتونم هر نوع سوال با هر سطح و تعدادی حتی توی کلاس و در کسری از ثانیه طراحی بکنم. به نام آفریدگار هوش طبیعی، سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. حسن آدینی هستم و این پارت 4 و آخرین قسمت از هوش مصنوعی نوتبوک LM هست که مختص معلم‌ها، دانش آموزان و دانشجویان و هر کسی که در حوزه آموزش فعالیت داره هستش. پس لطفاً این کلیپ رو تا انتها تماشا بکنید چون اتفاقات خیلی جذابی قراره اتفاق بیفته. وارد هوش مصنوعی نوتبوک LM میشم و فایل خودم رو در این قسمت آپلود میکنم. مربوط به فصل 2 علوم تجربی 8 هست، تغییرهای شیمیایی. به محض آپلود فایل میریم وارد قسمت جذاب این هوش مصنوعی، یعنی استودیوی هوش مصنوعی نوتبوک LM و دو آپشن انتهایی یعنی فلش کاردز و کویز رو قراره در این قسمت با هم بررسی بکنیم. وقتی فایل من آپلود شد من میتونم مستقیما روی فلش کاردز کلیک بکنم یا روی آیکون مداد در گوشه این آپشن کلیک بکنم تا پنجره تحت عنوان کاستماایز فلش کاردز برای من باز بشه. در قسمت نمبر اف کاردز شما میتونید تعداد اون فلش کاردها رو تعیین بکنید که کمتر باشه، روی حالت استاندارد یا دیفولت باشه و یا بیشتر، که من همون حالت استاندارد رو انتخاب میکنم. و در این قسمت هم شما درجه سختی سوال ها رو تعیین میکنید که آسون باشه، متوسط باشه و یا سخت، که من اینجا گزینه ایزی رو میزنم یعنی آسان. و در این کادر پایین هم شما میتونید تعیین کنید که روی کدوم قسمت از منبع فوکوس بکنه و یا جملاتی که روی کارت ها هست کوتاه باشه یا خیر، که اینجا میتونید برایش بنویسید که جملات کوتاه باشه برای اینکه حفظشون راحت تر باشه، که من این کارت رو پر نمی کنم و ترجیح میدم که خود هوش مصنوعی این رو برای من تکمیل بکنه. گزینه جنریت رو میزنم و منتظر نیستم تا فلش کارت ها رو برای من بسازه. زیر 60 ثانیه این فلش کارت ها رو برای من آماده کرد. بریم که با هم دیگه ببینیمشون. همونطور که میبینید در این قسمت 38 فلش کارت رو برای من ساخته که فلش کارت ها به این شکل هستن که صورت سوال روی کارت نوشته شده و اگه شما گزینه سی answer یعنی پایین رو بزنید جواب رو در پشت برای شما نمایش میده. قسمت explain رو هم اگر کلیک بکنید میاد اون سوال و جواب رو به طور کامل برای شما در قسمت چت همین هوش مصنوعی توضیح میده تا شما بهتر این قسمت رو متوجه بشید. سوالات بعدی هم به همین شکل هستن که اگر مجدد من روی سی انسور بزنم میبینید که در پشت کارت پاسخ رو نوشته و این قسمت ریستارت رو هم اگر کلیک بکنم برمیگرده به همون کارت اولی. خب این برای یک معلم یا استادی که میخواد بروز باشه و درسش رو با خلاقیت تلفیق بکنه خیلی میتونه کاربردی و جذاب باشه و میتونید سر کلاس حتی چنانچه پروژکتور بود وارد همین هوش مصنوعی بشید و سر کلاس بلافاصله در کسری از ثانیه این رو امتحان بکنید و به این شکل به اصطلاح از دانش آموزان یا دانشجویان سوال بپرسید و جوابها رو هم بعداً بهشون نمایش بدید. بسیار خب، میریم سراغ آپشن انتهایی این هوش مصنوعی یعنی کویز و من روی آیکون مداد کلیک میکنم تا بتونم تغییرات مد نظرم رو روی فرمت نهایی اعمال بکنم. مجدد در قسمت number of questions شما میتونید تعداد سوالات رو به طور نسبی تعیین بکنید که من روی گزینه fewer میزنم که تعداد سوال کمی بهم بده و در قسمت دوم هم شما میتونید درجه سختی رو تعیین بکنید که من ترجیح میدم سوالات من سخت باشه. در این کادر هم شما میتونید
به هوش مصنوعی بگید که روی کدوم قسمت از منبع به اصطلاح فوکوس بکنه و موضوع کلی آزمونتون در مورد چی باشه. برای مثال من براش می‌نویسم که آزمون در مورد تغییرات شیمیایی و انواع اونها باشه و جنریت رو میزنم تا این کویز رو برای من بسازه. خب این آزمون هم حدوداً در عرض 30 ثانیه برای من ساخته شد. بریم که تعداد سوالات و سطح سوالات رو با هم دیگه ببینیم. خب بسیار خب، همونطور که میبینید در این قسمت نشون داده که من 5 سوال تستی دارم. دقت کنید که قسمت کویز فقط سوال تستی رو برای شما طراحی میکنه، یعنی تماما سوالات تستی خواهند بود که حالا بسته به اینکه شما بیان اون رو کاستماایز بکنید تعداد سوالات و سطحشون متفاوت هستند. من این سوال رو به صورت فرضی پاسخ میدم، مثلا گزینه B رو میزنم که بیا گزینه درستی هم بود که در اینجا نشون میده گزینه درسته و یک توضیحی هم در پایینش مینویسه. یا مثلا سوال بعدی رو اگر به صورت فرضی گزینه D رو بزنم میبینید که نشون داد که گزینه D غلط هست و علتش رو هم گفته و گزینه صحیح گزینه A هست که برای اون هم توضیحاتش رو نوشته و به این صورت شما میتونید تک تک سوالات رو سر کلاس بررسی بکنید و این رو در اختیار دانش آموزها بذارید تا اونها سوالات رو پاسخ بدن و نتیجه رو هم بلافاصله بعدش ببینن و بفهمن که شما چقدر متفاوت از باقی همکارها میتونید سوال طراحی بکنید یا کلاس رو به این منوال پیش ببرید. قسمت چت رو هم که قبلا توضیح دادم که خلاصه ای از منبع شما رو در این قسمت نمایش میده و هر سوالی ازش بپرسید شما میتونید پاسخش رو بلافاصله از همون منبع یا منابعی که آپلود کردی دریافت بکنید. حتی من میتونم اینجا ازش بخوام که برای من سوال طرح کنه، یعنی سوالاتی که میخوام نوعش رو و تعدادش رو براش بنویسم و اون برای من اونها رو تهیه بکنه. برای مثال اینجا براش مینویسم که 10 سوال به شکل جا خالی از این منبع بهم بده. که این 10 سوال رو در کسری از ثانیه در اختیار شما قرار میده. مثلا من سوال سوم رو بخونم، نوشته سوختن تغییر شیمیایی است که با تولید جا خالی و گرما همراه است. به همین ترتیب 10 سوال جا خالی رو برای من تولید کرد که حالا میتونید سوالای دیگه هم ازش بخواید، تستی باشه یا تشریحی باشه یا هرچی، که به صورت چت این قابلیت رو داره که ازش سوال هم بخواید. آموزش امروز هم تموم شد. حتما از این هوش مصنوعی و کاربردهاش حداکثر استفاده رو بکنید و خلاقیت رو در فرآیند تدریستون، در فرآیند تحصیلتون استفاده بکنید و یک انسان خاص باشید، یک معلم خاص، یک دانش آموز خاص یا یک استاد خاص. امیدوارم که همیشه شاد و پر انرژی باشید و در پناه خدا.